ترترین بازوی سوخاری رو اینجوری درست کن. اول با ادویه هایی که بهت میگم بالا بازو رو بپس. حواست باشه که زیادی له نشه. بعد اونا رو توی یک کاسه جدا بریز و بعد بریم برای آماده کردن مواد سوخاری. من اول اومدم 2 تا تخم مرغ رو شکستم توی ظرف جدا. البته اینجا یه دونه بیشتر نیست، بعدن یه دونه رو اضافه کردم و بعد به تخم مرغا شیر هم اضافه کردم و از اون طرف هم به اون بشقا پودر سوخاری اضافه کردم و ادویه‌ای که میگم رو هم اضافه کردم. آویشن خیلی زیاد، ادویه مرغ هندی که یکم هم تنده این ادویه، پودر سیر رو من خیلی دوست دارم و زردچوبه و در آخر هم پاپریکا. و خب این مواد رو خوب با پودر سوخاری مخلوط میکنم. همه این ادویه ها رو قبلا به مرغ هم اضافه کرده بودم و پخته بودم به اضافه نمک و فلفل و خب تخم مرغ و شیر رو هم خوب مخلوط میکنم و اول بال و بازوها رو توی مواد تخم مرغ و شیرم میزنم و خوب اونا رو به پودر سوخاری آغشته میکنم. دقت کنید که همه جای گوشتتون پودر سوخاری باشه که تردیش بهتر باشه، بیشتر ترد باشه. بعد روغنم رو داغ کردم همونطوری که میبینید و بال و بازوها رو داخل روغن انداختم. باید صبر کنید تا به این رنگ در بیاد. جوری هم خیلی خوب پخته شده و هم خیلی ترده. دوست دارم اگه اینو درست کردید نظراتتون رو کامنت کنید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. نوش جونتون.